امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان از حساب مبلغ‌های فوند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2025 با کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای مکافاتانیدن 46 غالب و جایزه‌دار مسابقه‌های بین‌المللی ورزشی و مربیان آنها طبق رویخط ضمیمه گردیده 1,787,500 سومانی جدا نماید. کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان استفاده سریوقتی و مقصدناک مبلغ‌های جدا شده را تأمین کرده به وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان حسابات خراجات انجام داده را پیشنهاد نماید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 10 فوریه سال 2025 در جهان معاصر ورزش به وسیله مهمترین تامین صلح و همزیستی جامعه جهانی تبدیل یافته. توسط آن دولت‌ها و صلح ملت‌ها مقام و نفوذ بین‌المللی خود را حفظ نموده از هویت و شرف خود دفاع می‌نمایند. ورزش و تربیت جسمانی از جمله ارزش‌های تاریخی فرهنگ ملی ما به شمار رفته. هنوز از زمان‌های قدیم تاجیکان دارای نمادهای گوناگون بازی‌های ملی ورزشی بودند و با آن میل و رغبت به اندازه داشتند. در فرهنگ ملی ما ورزش رمز جوانمردی و شجاعت و دلیری شناخته شده. نورسان و جوانان به طور عمومی به مشق و توانمندی جلب کرده می شوند. بعد به دست آوردن استقلال دولتی ورزش در سیاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جایگاه شایسته کسب نموده. جهت آماده کردن ورزشگران کسبی از روی همه نمادهای ورزش شرایط ضروری فراهم گردیده است. با در نظر داشت این ساحه ورزش یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست اجتماعی دولت تاجیکستان به حساب رفته. به عمومی گردانی ورزش، تحکیم بخشیدن طرز حیات سالم و آماده سازی ورزشگران کسبی تاجیک برای اشتراک در مسابقه‌های بین‌المللی روانه گردیده است. در زمینه شرایط مهیا شده ورزشگران کشور توانسته ایستادند که مقام و شرف کشورمان را در عرصه جهانی حفظ سازند و آن را به طور شایسته معرفی نمایند. امروز با مقصد هوسمندگردانی غالبان و جایزه‌داران مسابقه‌های بین‌المللی ورزشی و مربیان آنها امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به امضا رسید که طبق آن برای قدرشناسی 46 نفر غالبان و جایزه‌داران مسابقه‌های بین‌المللی ورزشی و مربیان آنها 1,787,500 سومانی مبلغ جدا گردیده است. این اقدام ادامه قدرشناسی های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به خاطر رشد ورزش و هوسمندگردانی ورزشگران با اور و ناموس تاجیکستان بوده. بار دیگر ثابت می نماید که رشد تربیت جسمانی و ورزش همیشه در مد نظر سرور دولت تاجیکستان و حکومت مملکت قرار دارد. یادآور می شویم که هنوز سال 2015 فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به غالبان و جایزه‌داران مسابقه‌های بین‌المللی ورزشی به تصویب رسیده بود که طبق آن سال نهم است که غالبان و جایزه‌داران مسابقه‌های بین‌المللی ورزشی با جایزه مذکور قدرشناسی می‌گردند. تا این دوره به 370 نفر غالبان و جایزه‌داران مسابقه‌های سطح بین‌المللی از فوند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 8,250,000 سومانی مکافات پولی جدا گردیده در وضعیت تنتنوی تقدیم کرده شده است. هدف اساسی از عملی کردن سیاست دولت در ساحه ورزش پیش از همه تربیت نمودن نسل خودشناس و خودآگاه، دانشمند و سازنده، صاحب معلومات و صاحب کسب از لحاظ جسمانی و معنوی آبوتاب یافته و با همین راه به وجود آوردن زمینه با اعتماد برای جامعه توانای تاجیکستان می باشد.